سلام دوستان. اگه سرماخوردگی گرفتید و میخواید علائمش سریعتر کم بشه، این ویدیو مخصوص شماست. امروز 7 روش فوق‌العاده موثر رو میگم که توی خونه میتونید انجام بدید و سریعتر حالتون بهتر بشه. استراحت کافی. اولین کار اینه که به خودتون استراحت بدید. کمخوابی سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه، پس اگه واقعا میخواید زود خوب بشید، چند ساعت بیشتر بخوابید. نوشیدن مایعات زیاد، آب، دمنوش گرم، سوپ مرغ، اینها کمک میکنن ترشحات رقیق بشن و گلو درد کمتر بشه. کم آبی دشمن شماست. بخور گرم یا دوش آب گرم. 10 دقیقه بخور یا حتی یک دوش آب گرم باعث میشه بینی باز بشه و فشار سینوس کم بشه. قرقره آب نمک. نصف قاشق چایخوری نمک رو با یه لیوان آب ولرم مخلوط کنید. روزی 2 یا 3 بار قرقره کنید. فوق‌العاده برای گلو درد خوبه. عسل و لیمو. اگه دیابت ندارید، یک قاشق عسل با چند قطره لیموی تازه مخصوصا قبل خواب سرفه رو کم میکنه. ویتامین C و مکمل روی. ویتامین C و مکمل روی میتونن مدت سرماخوردگی رو کمی کوتاه‌تر کنن. پرتقال، کیوی، توت فرنگی فراموش نشه. داروهای بدون نسخه. برای تب و درد استامینوفن یا ایبوپروفن. ایبوپروفن برای کسایی که ناراحتی کلیه ندارن. برای بینی کیب اسپری استالین یا ضد احتقانهای کوتاه مدت. برای سرفه شربت‌های ضد سرفه یا عسل. و در آخر چه زمانی باید برید دکتر؟ اگه تب بیش از 3 روز طول کشید، تنگی نفس داشتید یا علائم بیشتر از 1 هفته خوب نشد، بهتره پزشک شما رو ببینه. اگه این نکات براتون مفید بود، لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدی مراقب سلامتیتون باشید.